موضوع اینترنت استان سیستان و بلوچستان هیچ ارتباطی به اون اتفاقات هفته گذشته نداره. اونجا در یک بخشی یک مسئله پیش اومده در داخلی اونجا و یک نگرانی ها رو نیروهای امنیتی اونجا به وجود آوردن. با توجه به اینکه شما میدونید شرایط سیستان بلوچستان شرایط خاصی هستش، با توجه به اشراری که در پاکستان اقامت دارن و در یک مواقعی وارد میشن، یک حرکات تخریبی انجام میدن و خارج میشن و این دلیل الان نیروهای امنیتی اونجا به دنبال این هستن که با توجه به اینکه الان نباید این شرایط به مردم و یا به انبار خسارتی انبار بشه یا اینکه جان مردم حفظ بشه، یه مقدار دارن ملاحظه میکنن. به محضی که این مسئله حل شد اینترنت سیستان بلوچستان هم متصل